حتما شما هم آدمایی رو دیدید که شغلشون رو خیلی دوست ندارن و با سختی و ناراحتی دارن انجامش میدن، یا اینکه همیشه تو ذهنشون یه شغل رویایی دارن که حسرت میخورن که چرا اون شغل رو ندارن. من میخوام بهتون نشون بدم که چجوری با پرسیدن چند تا سوال ساده میتونیم از اینکه این حسرت رو تو کل زندگیمون بکشیم جلوگیری بکنیم. خواهش میکنم قبل از اینکه من سوالا رو بپرسم ازتون یه قلم و کاغذ کنار دستتون بذارین و جواب سوالا رو حتما بنویسین. اینو لطفا جدی بگیرید، چون ببینید ما مادامی که سوالها رو تو ذهنمون جواب میدیم متوجه نمیشیم که مشکلاتی که وجود دارن چقدر بزرگن، ولی وقتی اینا رو می نویسیم و باهاشون روبرو میشیم تازه متوجه میشیم که اصلا ما چه مشکلاتی داریم و اینا چقدر بزرگن و تازه متوجه میشیم چه شکلی میتونیم اینا رو حل بکنیم و جواب سوالاتمون رو دونه دونه پیدا میکنیم. پس لطفاً بنویسیدشون، هم سوال بنویسین هم پاسخش رو بنویسین و اینکه از همه مهمتر موقعی که دارید جواب میدید خیلی با خودتون رو راست، شفاف و صادق باشید. سوال اول: آیا دوست دارید بیشتر کارتون متمرکز باشه روی ارتباط با آدم‌ها یا دوست دارید بیشتر کارتون فنی و علمی باشه؟ سوال دوم: آیا دوست دارین که یه شغل داشته باشین که پرچالش باشه و شما پله پله این چالش ها رو حل کنین، ارتقا بگیرین، پیشرفت کنین، یا اینکه دوست دارین که نه یه شغلی داشته باشید که یه روند ثابت و روتین داشته باشه و اصلا این درگیر این چالش ها نشید؟ سوال سوم: آیا موقعی که به شغل مورد نظرتون فکر میکنین توانایی انجام دادن هم ذهنی هم جسمی و فیزیکیشو دارید؟ سوال چهارم و سوال آخر: آیا از نزدیک رفتی محیط اون شغلی که انتخابش کردی رو ببینی و همینطور با آدمایی که اون شغل رو در حال حاضر دارن و دارن انجامش میدن آیا رفتی یه گپ و گفتی داشته باشی، یه مصاحبه‌ای بکنی ببینی که خوبی یا بدی های اون شغل چیه؟ میخوام ببینم که به اون شغل آگاهانه انتخابش کردی. دوستان بریم سراغ پاسخ دادن به سوال ها. من میخوام که با توجه به تجربیات خودم این سوال ها رو پاسخ بدم و امیدوارم که کمک کنه به شما تا اینکه بتونید راحت‌تر جواب سوال خودتون هم پیدا کنین. راجع به سوال اول، من همیشه دوست داشتم که یه کاری داشته باشم که با آدم ها سر و کار داشته باشه. حالا اینو از کجا فهمیدم؟ موقعی که تو دبیرستان بودیم کافی بود که مثلا بگن امروز قراره ما بریم یه کار گروهی انجام بدیم، کافی بود که بگن 2 روز دیگه قرار بریم به یه خیریه سر بزنیم. اصلا این سبک کارا هیچ وقت منو خسته نمی‌کرد. همیشه من از این مدل کارا انرژی می‌گرفتم. اما مثلا اگه قرار بود بریم 1 ساعت توی آزمایشگاه فیزیک، 2 ساعت توی آزمایشگاه شیمی میرفتم ولی اینقدر منو خسته می‌کرد که کل روز خسته بودم و خب دوست نداشتم دیگه. و اینجا بود که متوجه شدم من باید در آینده یه شغلی رو انتخاب بکنم که سر و کارم با آدما باشه و گروهی باشه و معاشرتی باشه و تیم ورک باشه و این سبک کاراست که حال منو خوب میکنه و بهم انرژی میده و اصلا توش خسته نمیشم. حالا شما هم همینطور باید ببینید که کدوم یکی از این کارها هستش که بهتون انرژی میده، حالتون رو خوب میکنه. بعضی از آدم هم هستن میگن نه ما اصلا نمیتونیم یه کار داشته باشیم که همش آدمای دیگه بیان سراغمون حرف بزنن، ازمون انرژی میگیره این مدل کارا. خب اون آدما یه سبک دیگه هستن. هر آدمی یه مدلیه. مهم اینه که آدما خودشون رو کامل درست بشناسن، سبکی که هستن رو بشناسن و با خودشون واقعا شفاف باشن. فقط به خاطر اینکه یه شغلی رو دوست دارن نرن اون شغل رو انتخاب بکنن و اینکه خودشون رو بشناسن و اصلا کلا در نظر نگیرن. من واقعا ازتون خواهش میکنم کامل با خودتون رو راست باشید و توی انتخاب شغلتون
صداقت با خودتون و رو راستی با خودتون رو اولویت کارتون قرار بدید. جواب سوال دوم که پرسیدم آیا شغل چالشی دوست دارید یا شغل با ثبات، خودم باید جوابش رو اینطور بدم که من خودم همیشه شغل چالشی دوست داشتم. یادم موقعی که اولین شغلم رو گرفتم توی یه شرکت بیمه، بهم گفتن که تو مسئول ثبت بیمه نامه میشی و من خیلی خوشحال بودم که این چه شغل باحالی خواهد بود. اما بعد از 2 ماه واقعا دچار فرسودگی شغلی شدم، چون من هر روز میومدم سر کار و صرفا فقط میشستم تایپ کردم یه سری بیمه نامه رو و همین. و بعد از 3 ماه تصمیم گرفتم استعفا بدم، با اینکه همه میگفتن که چرا ما نمیخوای این کار بکنی، تو یه شغل داری خوبه، درآمد خوبی داری، کارمندی و چه مشکلی داری، سر یه ساعتی میری سر یه ساعتی میای، بدوام میدن، نهار داری، خب الان مشکلت چیه؟ من هی میگفتم آخه این خیلی منو خسته میکنه، این چه مدل شغلیه، من فقط میرم اونجا یه سری چیزا رو تایپ میکنم، بایگانی میکنم، میام خونه. و مثلا دوستان میگفتن خب اوکی مشکلت الان چیه؟ میگفتم خب همین. میگفتن خب آره دیگه کار دیگه، میدونین. و من همیشه فراتر از این میخواستم. اما خب بعضی از آدما مثلا با همین کار خوشحالن. اینطور شد که خب من از اون کار اومدم بیرون و دنبال کارهای چالشی تر رفتم. این رو حتما در مورد خودتون بهش فکر کنید، در مورد آیندهتون بهش فکر کنید. بعضی از شغل ها ممکنه تا انتها همین یک روال و روند ترند یکسانی داشته باشن، اصلا بالا پایین خیلی زیادی نداشته باشن، حاشیه امنشون بالاه، حقوقشون هم خب به تبع خیلی بالا پایین نمیشه. شما حقوق به قولی آب باریکه رو همیشه دارید، ریسک نمی کنید، همیشه این حقوق ثابتتون رو دارید. اما خب کسایی که شغل‌های چالشی تر دارن ریسک بالاتری میکنن و بر اساس این ریسک هم که میکنن درآمدشون خب یهو جامپ میکنه، یهو میره بالاتر و درآمدهای بالایی رو هم تجربه میکنن. اما در کنارش هم بهتون بگم که سختی های خودش رو داره. شما باید چالش های کاری بزرگ رو حل بکنیم، باید این توانایی ها رو هم توی خودتون چون میگن گسترش بدید، دیولوب بکنید، این توانایی رو هم در خودتون تقویت بکنید که بتونین هر مشکلی که پیدا میشه راه حلش هم پیدا کنید و بتونین حل و فصلش بکنید. که میخوایم یه شغلی رو انتخاب بکنیم حتما باید توانایی‌های ذهنی و توانایی فیزیکیمون رو راجع به انجام اون کار در نظر بگیریم. حالا این چجوریه؟ مثلا اینکه یه آدمی دلش میخواد بسکتبالیست بشه، خب اما مثلا قدش 1.50. خب هر چقدر این آدم دلش بخواد بسکتبالیست بشه، هر چقدر بسکتبال ترند روز باشه، هر چقدر پدر مادرش بگن تو باید بسکتبالیست بشی، آیا امکان پذیره؟ آیا میشه؟ حالا خیلی از ما هستیم مثلا پدر مادرم بهم میگن تو باید پزشک بشی، یا خودمون آرزوی پزشک بود. اصلا خود من یه زمانی عاشق این بودم که پزشک بشم. خب حالا شانسی که آوردم این بود که رفتم واقعا تحقیق کردم، دیدم که پزشکی شب بیدار موندنای خیلی زیاد داره، پزشکی و پرستاری. و اونجا بود که من دیدم که واقعا از نظر جسمی من نمیتونم، از پسش بر نمیام که این شغل رو بخوام انجامش بدم. ببینین آنکال باید باشی، خب زنگ میزنم بیمارستان، باید بریز بالا سر مریض، باید خیلی کیشی که شب بگذرونی. خب من دیدم که واقعا موقعی که با خودم شفاف شدم و واقعا آنست چی میگن صادقانه وقتی که نشستم با خودم دیدم نمیتونم و خب منصرف شدم.
یا از نظر ببینین ذهنی، ذهن من برای اینکه به طور مثال من بخوام یک دانشمند فیزیک یا شیمی بشم، اصلا ذهن من برای همچین شغل‌هایی یا رشته‌هایی ساخته نشده. ولی خب مثلا یکی از آشناهای ما دخترشون المپیادیه. خب میدونین خیلی از آدما هستن که با هم دیگه ذهنشون متفاوته و این اصلا بد نیست. این جالبی خلقته که هر کدوم از ما یه نوع توانایی داریم، هر کدوم از ما ذهنمون یه مدلیه، انقدر متنوع هستیم و این اصلا اینو لطفا اصلا نقطه ضعف ندونید که یه نفر مثلا میتونه دانشمند شیمی بشه، ذهنش اون شکلیه، یه نفر دیگه میتونه استاد علوم ارتباطات بشه، ذهنش این شکلی خلق شده. پس لطفا حتما راجع به خودتون توانایی هاتون رو در نظر بگیرین، راجع به خودتون شفاف و صادق باشید. ببینید من چندمین بار دارم بهتون میگم این که حتما پدر مادرتون میگن برین این رشته رو بخونین، برق بخونین، چه میدونم پزشکی بخونین، یا این رشته الان ترند اینو بخونین، حتما نگاه بکنید ببینید که آیا توانایی انجامش هم دارین، آیا ذهنی جسمی میتونین این کار رو اصلا انجام بدین. خیلی خیلی مهمه. به سوال آخر دوستان، من تصمیم گرفتم که در نهایت وکالت بخونم. خب با خودم گفتم که برم از نزدیک محیط وکالت رو، حقوق رو ببینم چجوریه. خب وکلا دفتر دارن واسه خودشون توش کار میکنن، اون که هیچی. گفتم برم دادگستری رو از نزدیک ببینم. یادمه که با مادرم یه روز رفتیم دادگستری، میدون ارگ بود و اونجا دیدم که یه ساختمون خیلی بزرگ با ستونهای خیلی بزرگ و خیلی ساختمون با هیبت و جالب و قشنگی بود و اونجا دیدم که آدم ها همه چی میگن تیپ های رسمی دارن، آدم ها یعنی وکیلا از اون تیپ که خب من خیلی دوست داشتم و تا اونجای کار خیلی خوش آمده بود، هم محیط دوست داشتم، هم آدمایی که اونجا اومده بودن برای وکالت تیپ و قیافه هاشون و استایلاشون رو دوست داشتم. دیدم محیط خیلی جدیه، باز تا اینجاش خیلی من اوکی بودم باهاش، من کارهای خیلی جدی رو دوست داشتم، همیشه شخصیتم شخصیت جدی بوده و گفتم که برم یه سرگوشی آب بدم، با چند نفر صحبت بکنم. رفتم با یه خانم نایسی داشت از پلا میاد پایین، رفتم باشون صحبت کردم، سلام علیکم، خودم معرفی کردم، گفتم که من میخوام حقوق بخونم و میخوام ازتون بپرسم آیندهش چجوریه، بدی و خوبی هاش چجوریه و اینا. گفتش که دخترم من بهت توضیح میدم ولی خب خودت در نهایت تصمیم باید بگیری. درآمد این شغل درآمد بالایی داره، اگه بخوای فعال باشی خوبه، درآمدش پرستیژ اجتماعی خیلی خوبی داره. از نظر اینکه بخوای خب یه شغل آبرومندانه‌ای توی اجتماع داشته باشی، جزء شغلای تاپ اجتماع محسوب میشه. ولی لطفاً به این نکات هم خیلی دقت بکنین که افرادی که دارن میان پیش تو در خوشبینانه ترین حالت کوچکترین مشکلشون مشکلیه که مثلا ارث و میراثشون رو سرش دعوا دارن، میخوان خواهر برادری هم دیگر رو بکشن، یا اینکه یه زن و شوهرن که دیگه نمیخوان با هم دیگه ادامه بدن. خلاصه این که هیچ آدم خوشحالی سراغ تو رو نمیگیره، همه توی بدترین اوضاع روحی روانی هن که میان سراغ تو و میخوان که تو مشکل رو حل بکنی و حالا بقیه داستان که میرسه به جنایت و قتل و دزدی و اختلاس و اونا رو حالا بذاریم کنار. این کوچکترین پروژه هاییه که پستت میخوره. هیچ وقت تو آدم خوشحال نمیبینی.
و گفتش که اگر که من بخوام صادقانه بهت بگم دختر خودمو نذاشتم بیاد تو این حرفه، فرستادمش اتریش بره موزیک بخونه، بره از زندگیش لذت ببره، اینقدر تو انرژی منفی و ناراحتی و سختی و اینکه داد و بیداد و اینا تو این داستانا زندگی بکنه و اینقدر فرسوده بشه، من صلاح نمیدیدم برای دختر خودم. و اونم وقتی که اینا رو از من شنید و از زندگی منو دید، تصمیم گرفتش که بره یه رشته رو بخونه که توش خوشی و خوشحالی و نشاط باشه. نخواست که به این سبک زندگی بکنه. ولی تو اگر که اینطوری فکر نمی کنی و اصلا آدمی هستی که با چالش های به این سبک دوست داری زندگی بکنی و اصلا سر درد میکنه واسه اینکه این مشکلات رو حل بکنی و خوشت میاد اصلا توی این محیط ها بخوای کار بکنی، بر تو ممکنه که اصلا داستان فرق بکنه. بچه اصلا این یه تلنگر این شکلی تو ذهن من خورد که چرا من اصلا این زاویه این شغل رو اصلا ندیده بودم. و خیلی ازشون تشکر کردم و دیگه اومدم و یه دور دیگه توی اون محیط زدم و با دقت بیشتری نگاه کردم، دیدم که چند تا مجرم نشستن، پاهاشون بسته است، دستاشون بسته است، چند نفر دیگه اونجا دارن گریه میکنن و نگاه کردم واقعا اون چیزی که اون خانم میگفت و من توی لحظه ورود ندیده بودم. انقدر که خوبیای اون حالا شغل رو دیده بودم و اون چیزایی که تو ذهنم بود، پرستیژی بودن و حالا با کلاس بودن و جدی بودن شغله و این چیزا برام اهمیت داشت. واقعیت اون شغله و اون محیطش و اینکه دائم من باید با این محیط ناراحت کننده سر و کله بزنم اصلا تو ذهن من نیومده بود. به خاطر همین گفتم بچه‌ها حتما برید محیط‌های کاریتون رو ببینید قراره که کجا کار کنین، قراره که تو چه محیطی کار کنین، این محیط چقدر شاده. اینا بچه‌ها خیلی مهمه، خیلی مهمه. شاید الان شما اینو ازش ساده بگذرید، ولی وقتی قرار باشه 25 سال 30 سال شما هر روزتون توی اون محیط بگذره، داستان فرق میکنه ها، اصلا دیگه به این سبک و سیاق نخواهد بود. اونجا بود که خب من واقعا باید با خود واقعیم روبرو شدم. دیدم که واقعا رفتن به همچین محیطایی به مدت طولانی برای 30 سال و داشتن یه شغلی که دائم من بخوام توی همچین محیطایی کار بکنم و دائم بخوام مشکلات آدما رو حل کنم، توی این انرژی نمیتونم بمونم. بچه‌ها رفقا، شما قراره با شغلتون زندگی کنین، شما قراره که از طریق این شغل امرار معاش کنین، شما قراره با این تخصص شناخته بشید، شما رو قراره با این تخصص بشناسن، شما رو قراره با این تخصص به همدیگه معرفی کنن. پس باید خیلی این شغل رو دوست داشته باشید. اول ویدیو من چه سوالی رو ازتون پرسیدم؟ گفتم اگه قرار باشه تمام شغلای دنیا درآمدشون یکسان باشه، شما چه شغلی انتخاب میکنی؟ یعنی اگه که کلا درآمد رو بذارین کنار، با عشق و علاقه شغل رو انتخاب کنین. 30 سال هر روز، شاید اصلا بیشتر از 30 سال هر روز قرار باشه اون شغل رو انتخاب کنین، باید خیلی عاشقانه اون کار رو انجام بدین. پس باید خیلی اون شغل رو دوستش داشته باشید، باید به اون شغل معروف بشید، باید اون شغل رو به آدمای دیگه هم یاد بدید. پس خواهش میکنم که این شغل رو خیلی با دقت، با دوست داشتن، با عشق انتخابش کنید. من این موقع‌هایی به آدمایی که ازم مشاوره میگیرن میگم که یه جاهایی از انتخاب همسر شاید شغل حساس‌تر باشه. خلاصه این که امیدوارم شغل مورد نظرتون رو خیلی با دقت انتخابش کنید، دوستش داشته باشید و توش خیلی موفق باشید. اگر که این ویدیو براتون مفید بوده، دوست دارم که به دوستاتونم
معرفیش بکنین، کلا کانال رو به دوستاتون معرفی کنین. امیدوارم که برای همتون مفید باشه. ممنونم که ویدیوی امروز رو نگاه کردین، تا اینجا با من بودین. سعی میکنم که ویدیوهای از این دست زیادتر بذارم، ویدیوهایی که واقعا پرکتیکال باشه، به درد زندگیاتون بخوره و عملی باشه و ازتون خواهش میکنم که حتما تمرینا رو انجام بدین. برام کامنت بکنین که شما چه تجربه ای از اینکه رفته باشید شغلتون رو تو محیط شغلتون رفته باشید، محیطش رو دیده باشید، با آدمایی که اون شغل دارن صحبت کرده باشید. میخوام اینا رو برام کامنت کنین که دوستان دیگه هم راهنمایی بشن و اینجا بتونیم به هم دیگه کمک بکنیم. خیلی ممنونم، مرسی، تا ویدیوی بعدی.